سلام. در این ویدیو با من همراه باشید تا نحوه احراز هویت در بروکر را مشاهده کنید. ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید. در قسمت بالای صفحه سمت راست روی علامت دایره که پروفایل شما هست کلیک کنید. همانطور که مشاهده می کنید چون احراز هویت من کامل نیست، سطح 0 به من نشون داده میشه. از بین گزینه‌ها تایید را بزنید. در صفحه نشان داده شده روی گزینه ارتقا بزنید. صفحه‌ای به شما نشون داده میشه که شامل 2 کادر برای بارگذاری عکس‌های شما می باشد. در کادر اول شما باید عکسی رو به اشتراک بذارید که شامل یک مدرک معتبر حاوی آدرس باشد. این مدرک می تواند شامل قبض، سند خانه، سند ماشین، حساب بانکی و هر سند معتبری که شامل آدرس هست باشد. روی کادر کلیک کنید و عکس مد نظر رو بارگذاری کنید. میتونید تا سقف 2 عکس آپلود کنید. در کادر بعدی عکسی که مربوط به احراز هویت شما هست باید آپلود شود که میتواند شامل کارت ملی، پاسپورت، شناسنامه و هر مدرکی که مبنی بر احراز هویت شما هست باشد. روی گزینه نکس بزنید و منتظر تایید مدارک خود از سمت بروکر باشید. پس از تایید مدارک، لول یا همان سطح شما در پنل از 0 به 1 تغییر پیدا خواهد کرد.